خودسرانه غصب نموده در آنها غیرقانونی انشاءات گوناگون بنیاد می‌نمایند. گزارش نوبتی در این خصوص. استفاده عاقلانه و مقصدناک زمین همیشه عامل اساسی و مساعدت کننده رشد اقتصادیات، تامین نیازهای اجتماعی ساکنان جمهوری میباشد. نوبت از غمخوری‌ها و توجه همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت، شهروندانی هستند که قطعه‌های زمین مؤسسه‌های ساحه معارف از جمله مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی را خودسرانه غصب نموده، غیرقانونی در آنها انشاءات‌های معیشی و یاری رسان بنیاد نمودند. چنین حالت‌ها ضمن گذراندن سنجش‌های مشترک مقامات پروکوراتورا، ساختارهای حفظ حقوق و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در ناحیه 8 ولایت سوخت و ناحیه 5 ولایت خطلان آشکار گردیده در دایره قانون تدبیرها اندیشیده شدند. در نتیجه گذراندن سنجش پروکوروری معین کرده شد که از جانب گروه ساکنان جماعت شهرک شیدان ناحیه 8 از جمله قیومов غیرت و قادرov مقصودجان جمع 8 نفر مساحت 0.6 گکتار قطعه زمین حدود مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 2 جماعت شهرک شیدان ناحیه 8 را خودسرانه غصب نموده در آن انشاءات‌های یاری رسانی خصوصی بنیاد نمودند. 2010 سال علمین участке که دیدی سودین از طرف والدینم گرفته شده است. این участке به باغچه نمره 2 ناحیه تعلق دارد. در سال 2023 با قرار پروکورور همینجا ویران خودم با دست خودم ویران کردم. اینجا حدود امین تریتوری و باغچه بچگان رقم 2 تعلق داشت. بعد از آن برای ضرورت شدن شخصا اولی ما از یک قسمی آن در آورده گرفته بودن. همه قسمی زمینایی که گرفته شده که شخصیت‌ها و باز باغچه رقم 2 گردانده شده است. از طرف شهروندان بیش از 60 سوتی قطعه زمین باغچه قبلا برای ساختمان منزلی استقامتی خودسرانه غصب کرده شده بود. در نتیجه گذراندن کارهای نظارتی از طرف پروکوراتوری ناحیه 8 مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و کمیته اداری زمین قطعه‌های زمینی که از طرف شهروندان خودسرانه غصب کرده شد خیلی که بنا دیداشتان به حالت اول برگردانده شده ساختمان‌های خودسرانه نابود کرده شد. در اساس امر پروکوراتورای ناحیه 8 مساحت 0.6 گکتار قطعه زمینی که از طرف شهروندان قیومов غیرت، قادرov مقصودجان و دیگران خودسرانه غصب گردیده بود، به حالت اوله برگردانده شده با موازنت مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 2 جماعت شهرک شیدان ناحیه 8 گذرانده شد. با امر پروکورور ناحیه 60 سوتیخ زمینی غصب گردیده به حالت اوله برگردانده شده با توازن مؤسسه داخل کرده شد. در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 2 شهرک شیدان از جانب و ساختمان بیناهای یارسان انجام داده شدند. اوید به این موادهای سنجشی ترتیب داده شده، قرارهای مرافعاتی قبول کرده شدند. قطعه‌های زمینی سالهای پیشین خودسرانه اشغال کرده این مؤسسه تعلیمی به حالت اوله برگردانده شده با موازنت مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 2 شهرک شیدان بازپس وارد کرده شدند. همزمان دلیل دیگری خودسرانه غصب نمودن قطعه زمین حدود مؤسسه ساحه معارف در ناحیه 5 ولایت خطلان از طرف گروه کاری آشکار کرده شد. چنانچه ساکنی دهه 16 سالگی استقلالیت جماعت دهاتی کبود سیف‌الدینوی ناحیه 5 ولایت خطلان نظرов نورالله قطعه زمین حدود مؤسسه تحصیلات میانه رقم 10 ناحیه را در مساحت 5 متر کوادراتی به طور خودسرانه غصب نموده دیوار احاطوی بنیاد نموده بود. از سال 2016 از زمین‌های مکتب رقم 10 بعد زمین ما پهنایی‌اش 2 متر درازش 25 متر غصب کرده شده بود. بعد سنجش پروکوروری زمین مکتب به حالت اوله برگردانیده شد. سال 2016 از طرف شهروند دهه 16 سالگی جماعت کبود سیف‌الدین با پهنایی 2 متر و درازی 25 متر حدود مؤسسه رقم 10 غصب کرده شده با زمین نزد حولگی خود همراه کرده بود. پس از سنجش گروه کاری اوید حدودهای مؤسسه تعلیمی دیوار ساخته شده شهروند نورالله نظرov ویران کرده شده به حالت اولش برگردانده شده است. از جانب پروکوراتورای ناحیه 5 حالت مذکور به قید گرفته شده اوید به فوراً برطرف کنی قانون ویران کنی آشکار شده به شهروند نظرov نورالله امر داده شد. همزمان در این خصوص به مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اعتراض پیشنهاد کرده شده. در نتیجه قطعه زمین مذکور به حالت اوله برگردانده شده به توازن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 ناحیه 5 گذرانده شد. در رفت سنجش گذرانده شده گروه کاری معین کرده شد که از طرف شهروند نظرov نورالله میدان 50 متر مربع قطعه زمین مکتب میانه رقم 10 خودسرانه از خود کرده شده با قطعه زمین نزد حوزه‌اش همراه کرده شده و شهروند نظرov نورالله فهمانده شد که این قطعه زمین باید که به حالت اوله
баргардонда шавад. Назаров Нурло сарҳади қитъаи замини мактаби рақами 10-ро ба ҳолати аввала баргардонданд, деворҳои сохтаашро канда гирифта дар сарҳади худ ҷой кард. ҷаноби заминдори сандишои прокурорӣ муайян карда шуд ки дар ҳудуди ноҳия ҳолатҳое аз тарафи шаҳрвандони алоҳида ғасб кардани замин ва аспуд кардани қитъаҳои замини муассисаи таҳсилии миёнаи умумии ноҳияи 5 ошкор карда шуда санадҳои эътинои прокурорӣ қабул гардида унвони раиси ноҳияи 5 барои бартараф намудани қонунваррукини мазкур амр ирсол карда шуд. қитъаҳои замини муассисаи таҳсилии миёнаи умумӣ ба ҳолати аввала баргардонда шудааст. фаъолияти муштараки кормандони мақомоти прокуратура ва сохторҳои дахлдори давлатӣ дар ин самт идома дошта, шаҳрвандоне ки то ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд, ихтиёран бояд онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол кирдори ғайриқонунии онҳо дер ё зуд ошкор ва нисбаташон чораҳои қатъӣ андешида мешавад.